آنچه در مورد تو گمان می‌کردم درست است فرزندم. تو را مژده می‌دهم که در آینده جایگاهی والا و مقام و مرتبتی رفیع خواهی یافت و بر برادرانت سروری خواهی کرد. پدرم اسحاق نبی در حق من دعا کرد که خداوند پیامبران زیادی در نسل من قرار دهد. همیشه دلم میخواست بدانم وارث رسالت من کیست. امیدوارم که تو ادامه دهنده راه من باشی. خداوند تو را از همه شرور و آفات در امان بده.